سلام، من وحید عمر هستم و امروز تقریبا بعد از 3.5 سال دوباره برگشتیم. 3.5 سال گذشته بر همه ما و شما آسان نبود. زندگی مردم ما در داخل افغانستان زندگی خفقان و محرومیت است و زندگی ماها در بیرون از افغانستان متاسفانه زندگی ناامیدی و سردرگمی در مورد آینده وطن، آینده خود ما و آینده اولاد ما. من مثل همه شما 3.5 سال گذشته مشکلات زیادی دیدم که بعداً قصه خواهد کردم، اما فکر کردم و مراقبه دوامدار کردم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که زندگی تلاش دوامدار است و در زندگی هیچ گاهی باید آدم دامن تلاش رها نکنه. پس من یک کوشش دیگه میکنم و با یک سلسله از پادکست ها به نام گفتنی های آشپزخانه دوباره برمیگردم. هدف من از ایجاد گفتنی های آشپزخانه این است که فضا را برای یک گفتگوی صمیمانه، دوستانه، بی‌آلایش ولی واقعی مساعد بسازم تا من هم گفتنی های خود را، قصه هایی را که تا هنوز شما نشنیدین صادقانه براتون بگویم و شما هم گفتنی های زیادی دارین و فضا را مساعد بسازم تا میمانایی که دعوت میکنم اونا هم در یک فضای دوستانه و صمیمانه گفتنی های خود و قصه های واقعی خود که با زندگی واقعی شما ربط داره بر شما بگوین. پس منتظر باشین، از دریچه The Kitchen Talks with وحید عمر ما را تعقیب کنین.